امروز بعضی نفرهایی که این مولود ما و شما را تنقید میکنن، جشن ایره بدعه میگن. یک چیز فراموش نکنیم، میگه سال 1953 در دولت لبنان که به روسی لیوان میگن، میگه جشن مولود شد. میگه در تمام کوچه ها مولود جشن میگرفتن، خرسندی ها میکردن مردم مسلمان. او دولت لبنان نصرانی های زیاد هم داره. میگه عادتا در بسیار بلاد عرب و در بعضی قبیله های ترک ها و کرد ها عادت اینه که وقتی اگر یگان جشن بزرگی شود، جشن بزرگ، مردم در آسمان تیرپرانی میکنن، تیراندازی میکنن از خرسندی ها. میگه همین دولت لبنان وقتی که جشن میگرفت، مردم مسلمان حالان که از شریعت ما نیست، حالان که در شریعت اجازت نیست، لیکن از خرسندی در آسمان تیرپرانی کردن. بناگاه میگه تیر رفت و به یک دختره که 22 ساله نصرانی رسید. همون تیر آمد میگه به قلبش رسید، به قلب رسید. دختره که در حال بیمارخانه بردن، وقتی بیمارخانه او در حالت سکرات بود، مادری او را خبر دادن. مادرش آمد، تمامی مردم مسلمانی که در او جشن میگه اشتراک میکرد، میگه همه در تهلکه بودن، همه غمگین بودن، همه پشیمانی میکرد. هر نفر خود سرزنش میکرد که شاید که تیری تو باشه. میگه همین حالت بود. مادر آمد میگه وقتی این حالت دید، به او خبر دادن که فرزند تو، دختری یگانه تو در سکراته. میگه خیلی غمگین شد و هرچی از غضب که فرزند یگانه‌اش بود، میگه هرچی قدری که تانیست، میگه هرچی قدری توانیست، میگه چی دشنامی که از زبانش برآمد، میگه گفت. تا جایی که میگه قلبش آرام نگرفت، او سوزش، او علم، میگه او آتش غضب میگه خاموش نشد. میگه شروع کرد به تحقیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. او را دشنام کرد، گفت ای محمد، ببین که امروز تو دعوای پیغمبری کردی، ببین که امروز امتی تو مولود تو را جشن میگیرن، به خاطر تو شده امروز دختری مرا قربان کردن. اگر ای محمد تو واقعا که پیغمبری بر حق اسلام باشی، تو پیغمبری بر حق خدا فرستاده بر حق خدا باشی، معجزت برای من امروز بعد از 1000 سال عمرت که گذشته، امروز اسلام تو را، امروز که این مقدار عمر زیاد گذشته، 14 عصر گذشته، معجزت برای من نشان ده. اگر تو واقعا پیغمبری بر حق باشی، دختری مرا زنده کن. میگه بسیار همین را داد، میگه فیغان میکرد. میگه سردختر هم در همونجا اشک میریخت. تمام مسلمان ها هم بودن، سردختر او بیمارخانه همه نصرانی بود. میگه اشک میریختن و تماشا میکردن. تا قدر سردختر گفت، اشاره کرد که ای مادر بیا، دیگر این سخنهای تو فایده نداره، بود را لحظه های آخری حیات دختر تا ببین، خدا حافظی تا بکن. میگه نزد او تریزه برد، به خاطری که مادر گفت قلبم قرار نمیگیره، باید که بیخی دخترم رفته و خدا حافظ رو در گوشش کنم. میگه وقتی دری همون حجره را کشاد که در همون وزبین خانه که خواب بود، وقتی کشاد، میگه دخترش خواب نه بلکه میگه در روی همون جاگش نشسته بود. میگه و مادر اشاره کرد که از در برو، از در برو، ای مادر داخل نشو. مادرم میگه احساس نکرد داخل شد. گفت ای مادر این چی کاری کرده ای تو بود؟ ای مادر برای چی تو داخل؟ من تو رو اشاره کردم که بیرون رو نیا. گفت چی شد دختر؟ آخه تو در سکرات بودی، در دم مرگ بودی ای دختر. گفت تو داخل شدی. گفت پیغمبری مسلمان ها محمد علیه السلام گفت نزد من بود، بین که تو او آمد وقتی تو در بیرون او را حقارت میکردی و دشنام میکردی، پیغمبری مسلمان ها آمده بود، بشارت حیاتی نو برای من داده بود و قلبی مرا او مسح کرد. همین زخمی که او تیری که من خورده بودم، او زخم نابود شد، شفا یافت. بین که من الکی به پا راست ایستادم. من دیری تو رو قبول ندارم، دلسوزی تو رو قبول ندارم، این مهربانی تو رو قبول ندارم که تو مرا نماندی لحظه دیگری من از دیدار مبارک رسول الله صلی الله علیه و من سیر شوم. من اکنون دینی او را قبول کردم، پیغمبری او را من تصدیق میکنم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفت میگه ایمان خود اعلان کرد. مادر گفت دختر جان، منم اکنون یقین کردم که محمد مسلمان ها علیه السلام پیغمبری بر حق بوده. من نیز دینی او را قبول کردم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگه سر دکتر میگه این شوقونه ای آواز شنید، در حیرت مال که چی شد؟ آمد این حالت دید، گفت منم اسلامی اونا را قبول کردم. اشهد الله. میگه تا زبانی شد که تمام بیمارخانه هر چی مقدار تا همو فراشه و همه میگه اسلام قبول کرد. پدر دکتر خبر کردن، تمام یار و دوگانه ها و بگم که خیش تبارا را خبر کردن، همه آمد و این منظره را دیده. میگه چه همه ایمان آوردن و مسلمان شدن. همین به سبب چی بود؟ به سبب هم یک جشن مولودی که بود.
یک جشن مولوده که قید گرفتن.